نادرشاه افشار. قسمت 4. در قسمت‌های پیشین دیدیم که چگونه دربار صفویان توسط تعصبات مذهبیان دچار فساد و تباهی شد و اقلیت‌های دینی را وادار به شورش علیه نهاد شاهنشاهی کرد. نجیب زاده‌ای به نام میرویس هوتکی توسط قلتایی‌های قندهار توانست گرگین خان را مغلوب کند و بعد از آن ابدالی‌ها نیز توانستند بر ناحیه هرات نیز مسلط شوند. بدین وسیله افغان‌ها شورش گسترده‌ای را علیه دودمان صفوی آغاز کردند. اما سرانجام این قیام‌ها توسط محمود افغان پسر میرویس خان در 12 اکتبر 1722 با محاصره و فتح اصفهان به پایان رسید. در این میان شاه سلطان حسین پسر سومش طهماسب را که چون پدر فردی بی کفایت بود از پایتخت فراری داد و وی به قزوین رفت و خود را شاه خواند. همزمان با این رویدادها طهماسب سفرایی را به روسیه و عثمانی فرستاد و از آنان در ازای دادن امتیازات بسیار درخواست کمک کرد. سپاهیان بیگانه با ورود به خاک ایران دریافتند که اوضاع ایران وخیم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کردند و همین جهت دست به تصرفات وسیعی در شمال و غرب ایران زدند. بعد از گذشت 3 سال و تسخیر بخش‌های زیادی از ایران توسط محمود، در یک کودتا اشرف افغان توانست پسرعموی خود را به قتل برساند و خود را به رأس حکومت برساند. از آن پس وی در چند نبرد توانست توامان جلوی پیشرفت عثمانیان را بگیرد و هم سپاهیان باقی مانده صفوی را تا استرآباد عقب براند. در این میان شاه طهماسب به کمک فتحعلی خان سپاه گران تدارک دید و چون آوازه سرداری به نام نادرقلی از خراسان به گوشش رسید، دست یاری به سویش دراز کرد. نادر نیز پذیرو و 2 سپاه در شمال خراسان گرد هم آمده و در یک رشته نبردها موفق به فتح مشهد از دست ملک محمود سیستانی شدند. حال نوبت آن رسیده بود که خطوط لوجستیکی افغان‌ها در هرات منقطع گردد. ریش سپیدان و سرخیلان افاقنه ساکن فراه و اسفحسار بدانند که در این چند وقت به سبب انقلابی که در اوضاع ایران به هم رسیده، اکثر ایلات پا از جاده برون گذاشتند و سر سرکشی برآوردند. یکی از آن جمله ایل افغان بود که در مقام طغیان برآمدند. در این اوقات که لله الحمد ممالک ایران صاحب به هم رسانیده، همگی سرکشان به ضرب شمشیر غازیان نصرت نشان به دستور قدیم، بلکه بهتر از آن، طوق بندگی به گردن نهادند. شکست ابدالی‌ها و تسلیم هرات. پس از کشته شدن ملک محمود سیستانی، حسین سلطان قائنی از بستگان ملک محمود گماشته نادر را از شهر قائن 350 کیلومتری جنوب مشهد بیرون کرده و به کمک ملک کلبعلی پسر ملک محمود و ملک لطفعلی برادرزاده دیگرش سر به شورش برداشت. نادر نخست یک دسته از سپاهیان را برای سرکوب حسین سلطان فرستاد، ولی آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند. نادر چون اوضاع را چنین دید، در 27 جولای 1727 همراه شاه طهماسب با سپاهی 8000 نفره برای سرکوب حسین سلطان به سوی قائن رهسپار شد. نادر همین که به نزدیک قائن رسید، کلبعلی و لطفعلی به سوی اصفهان گریختند و حسین سلطان به دژ قائن پناه برد. ولی چون دید یارای ایستادگی با نیروی نادر را ندارد، تسلیم شد و نادر از گناه او گذشت. همزمان با این رویداد در سمت شرق،
بهدادین از توابع خواف سر به شورش برآورد. به همین جهت نادر به سوی دژ بهدادین و سنگان حرکت کرد. سپاه نادر در راه به سبب کمبود آب بسیار زیر فشار قرار گرفت. توپخانه در ریگزارها فرو می رفت و سپاهیان به سختی توپها را بیرون می کشیدند. در 19 سپتامبر 1727 نادر به دژ بهدادین رسید. افغانهای آنجا پس از 2 روز مقاومت تسلیم شدند. در این میان سردسته آنها از نادر اجازه خواست که به نیازآباد رفته و افغانهای آنجا را نیز با خود آورده و تسلیم کند. نادر چند تن از افغانها را به گروگان نگاه داشت و او را به نیازآباد فرستاد. چند روز پس از این واقعه خبری از افغانها نرسید و نادر پس از اینکه دانست این پیشنهاد نیرنگی بیش نبوده، گروگانها را از دم تیغ گذراند. بعد از این ماجرا دژ سنگان سر به شورش گذارده و از دادن خاروبار به نیروهای نادر خودداری کرد و از افغانهای ابدالی درخواست کمک کرد. با شورش ابدالی‌های سنگان نادر ترغیب شد از مشهد توپ‌های اضافه تأمین کند. بعد از آن به سوی دژ سنگان رهسپار شد و در اول اکتبر 1727 آنجا را محاصره کرد. سپاهیان نادر به سختی توپ‌ها را به بلندی‌های پیرامون دژ کشانیده و شروع به آتش کردند. نادر که برای سرکشی به توپ‌ها به بالای یکی از تپه‌ها رفته بود، در نزدیکی یکی از توپ‌ها ایستاده و به توپچیان دستور می‌داد. توپچیان پی در پی توپ را پر کرده و با هر گلوله قسمتی از دیوار دژ را تخریب می‌کردند. لوله‌های توپ بر اثر شلیک مدام سرخ شده بود، ولی توپچیان همچنان شلیک می‌کردند. نادر که در جلوی توپ سرگرم تماشای ویرانی دیوارهای دژ بود، از جلوی توپ کنار رفت و چند گام دورتر پشت توپ ایستاد. در این هنگام یکی از توپ‌ها با صدای مهیبی منفجر شد و سعید سلطان توپچی و چند تن از سربازان را به کام مرگ کشانید، ولی کوچکترین گزندی به نادر نرسید. دژ سنگان 2 روز مداوم زیر آتش توپخانه بود تا اینکه دیوار بزرگ دژ فرو ریخت و شهر پس از حمله سوار نظام نادر و گرفتن یک پل حیاتی سرانجام مجبور به تسلیم شد. درست پس از ویرانی سنگان، ارتش 8000 نفره ابدالی‌های افغان از راه رسید. نادر نیروهایش را برای نبرد سازماندهی کرد و خود در مرکز سپاه جای گرفت. مهماسپ دوم با سربازانش که شامل 2000 تفنگدار بود جداگانه موضع گرفتند. نبرد بسیار خونبار بود. یکی از جناحین ارتش ایران زیر فشار شدید حملات افغانها قرار داشت که با حمله 1000 سرباز سلطنتی به رهبری طهماسپ دوم و کشته شدن 500 تن از افغانها اوضاع تغییر کرد. هرچند ایرانیان در این عملیات قاطعانه پیروز شدند، اما ابدالی‌ها باز هم تسلیم نشدند. درگیری‌های خونین 4 روز ادامه داشت تا بالاخره ابدالی‌ها با شتاب عقب نشینی کردند و تجهیزات خود را بر جای گذاشتند.
با وجود پیروزی در سنگان و آزادسازی خراسان، نادر دریافت ناگزیر است هسته قدرت ابدالی‌ها را قبل از هر گونه تلاش برای آزادسازی اصفهان نابود کند. قرار شد همزمان با خروج نادر از مشهد، طهماسپ دوم نیز از نیشابور رهسپار شود. این دو نیرو میبایست در سلطان آباد به هم میپیوستند تا به ابدالی‌های هرات حمله کنند. دسیسه ها و سیاست بازی های دربار این نقشه را تقریبا از همان آغاز محکوم به شکست کرد. وزرای طهماسپ دوم او را ترغیب کردند به جای پیوستن به نادر به مازندران برود. طهماسپ دوم به نادر پیشنهاد کرد خود به تنهایی عازم مقابله با ابدالی ها شود. گزارش هایی از حمله نیروهای تحت امر طهماسپ دوم به ارتشیان تحت امر نادر و دستورهایش مبنی بر نادیده انگاشتن فرمانهای نادر نیز در دست است. این امر برای نادر پذیرفتنی نبود. معلوم بود قبل از آغاز هر گونه نبردی با ابدالی ها میبایست مسئله قدرت میان نادر و طهماسپ دوم حل و فصل میشد. در حالی که نادر با نیروهای خود عازم مواجهه با طهماسپ دوم بود، او نیز از نیشابور به سبزوار عقب نشینی کرد. اواخر پاییز همان سال 1727 نادر پس از استیلا بر سبزوار به کمک آتش سنگین توپخانه طهماسپ دوم را وادار به تسلیم کرد. حال مسئله اقتدار نادر حل شده بود. طهماسپ دوم در واقع به شاهی پوشالی و در تبعید تبدیل شد و قدرت نظامی واقعی در دستان نادر قرار گرفت. نادر دریافته بود که طهماسپ دوم در مقام شاهزاده ای از خاندان صفوی دارایی با ارزشی برای به دست آوردن وفاداری ایرانیان است و میتواند برای آزادسازی ایران از چنگ اشغالگران بیگانه کمک بزرگی به شمار آید. نیروهای نادر در تابستان سال 1728 میلادی برای نبرد با 27,000 ابدالی در هرات به یکدیگر ملحق شدند. ابدالی ها فریب نخورده بودند. آنها می دانستند ارتش نادر برای جنگ با آنها باز خواهد گشت. از جمله تمهیداتی که به کار بستند کنار گذاردن اختلافات داخلی بود. ذوالفقار خان حاکم فراخ شد و الله یار خان حکومت هرات را بر عهده گرفت. در بهار سال 1729 میلادی ارتش نادر در راه هرات به منطقه‌ای به نام کافرقلعه رسید. بخش بزرگی از نیروهای ابدالی منتظر رسیدن او بودند. یک ستون به فرمان الله یار خان ابدالی با 15,000 نفر در اطراف کافرقلعه موضع گرفته بودند و ستون دوم به سرداری ذوالفقار خان با 12,000 نفر از جنوب در حال نزدیک شدن به منطقه نبرد برای پیوستن به قوای اصلی بود. نادر که از طریق جاسوسان خود از رسیدن قوای کمک ابدالی با خبر شده بود، تصمیم گرفت تا کار سپاه الله یار خان را قبل از رسیدن نیروی کمکی تمام کند. بنابراین ابتدا اقدام به تصرف یک پل کلیدی در منطقه کرد و سپس دستور داد نیروی پیاده دشمن را زیر آتش بگیرند. ابدالی ها که مرگ را پیش چشم خود می‌دیدند با سرعت به سوی سپاه ایران یورش بردند. به گفته نویسنده کتاب نبردهای بزرگ نادرشاه، این یورش به اندازه‌ای شدید و متهورانه بود که نظم صفوف پیاده نظام نادر را در هم ریخت. ابدالی ها با رساندن خود به صفوف ایرانی ها از خطر آتش توپخانه قدرتمند نادر به در آمده و مشغول پیکار با سربازان ایرانی شدند. نادر که قلب سپاهیان خود را آشفته دید، با گروهی از سواران زبده خود از پشت به سربازان در حال پیکار ابدالی تاخت. شدت نبرد دوچندان شد و هزاران سرباز الله یار خان در منگنه نیروهای نادر مجبور به تن دادن به تلفات سنگین شدند.
اما ابدالی هایی که سرسختانه می جنگیدند و پیروزی های پی در پی آنها بر صفویان نیز جسارت آنها را دوچندان کرده بود، تن به تسلیم ندادند و با وارد کردن ضربات به سواران و پیاده نظام ایران به طور توامان شروع به عقب نشینی کردند. نادر که خود نیز در اثر حمله متقابل افغانها از ناحیه پا زخمی شده بود، دستور داد حمله تا روز بعد متوقف شود. فردای روز نبرد نادر که پی برد سپاه دوم ابدالیان به سرداری ذوالفقار خان در حال نزدیک شدن است، تصمیم گرفت به هر قیمت اللهیار خان را شکست دهد. بنابراین سپاه وی که صبح زود از کافرقلعه به سمت جنوب حرکت کرده بود، در ناحیه‌ای به نام کسویه نزدیک فراه مورد حمله قرار داد. در حالی که ابدالی‌ها به شدت مقاومت می‌کردند، نادر با خبر شد قراولان ستون دوم نیروهای ابدالی تنها با او چند ساعت فاصله دارند. نادر در اینجا دست به اقدامی زد که تا آن زمان سابقه نداشت. وی مجددا در رأس چند هزار سوار خود را به پشت دشمن رساند و به شیپورچیان لشکر دستور داد شیپور پیروزی و شادی بزنند. افغانها که در حال جدال خونین و تن به تن بودند، به گمان اینکه ایرانیان جنگ را در بخش بزرگی از میدان برده‌اند، دست از مبارزه کشیدند و به سمت هرات عقب رفتند. نادر بخشی از سپاه خود را مأمور تعقیب آنها کرد و خود با بخش بزرگتری از نیروها به مقابله با نیروهای تازه نفس ذوالفقار خان شتافت. خوشبختانه بروز توپانی از خاک به کمک نادر آمد، چرا که دید سپاهیان کمکی ابدالی کور شده بود و ذوالفقار خان نیز با شنیدن صدای شیپور پیروزی سپاهیان ایرانی شرایط پیش آمده را مناسب نمیدید و به همین جهت تصمیم به عقب نشینی گرفت تا در مقابل دروازه هرات به سپارایی نیرو و تشدید قوا بپردازد. ارتش ایران به سبب پیکارهای پی در پی خسته بود و نادر در روز بعد واقعه با منظم کردن سپاهیانش تصمیم گرفت با حیله ارتش ابدالیان را به سمت آتش توپ و گلوله سوق دهد. سواران ایرانی به همین منظور به سمت سواران و پیاده های افغان به حرکت در آمده آنها را تحریک به مبارزه کردند. افغانها که از پشت سر خود به دلیل وجود دژ قدرتمند هرات مطمئن بودند، به سمت سواران در حال عقب نشینی ایران حمله بردند. با رسیدن سربازان افغان به زیر آتش توپ‌ها و تفنگ‌های ارتش نادر، گویی درهای جهنم مقابل آنها گشوده شد، چرا که 15,000 سلاح آتشی ناگهان به سمت افغانها شلیک را آغاز کرد. بسیاری از پیاده نظام افغان فرصت بازگشت نیافتند و سواران نیز زیر آتش توپخانه قدرتمند ارتش ایران گرفتار شدند. باقی مانده نیروهای ابدالی سریع خود را به داخل قلعه رسانده و به اصطلاح حصاری شدند. نادر که مصمم بود در همین نقطه کار ابدالها و قلجایی‌ها را یکسره کند، شهر را به توپ بست. بسیاری از مردم با شدت گرفتن آتش توپ‌ها وحشت زده به خیابان‌ها ریختند و آنها از اللهیار خان خواستند شهر را تسلیم کند. نادر از آنها خواست نزد وی بیایند و شخصا احترامات لازم را به جای آورند. رؤسای ابدالی ها با آمدن نزد نادر و آوردن هدایا و تسلیم خود خواست وی را اجابت کردند. ابدالی ها وفاداری خود به ایران را اعلام کردند و یادآور شدند افغانهای ابدالی از رعایای شاهنشاهی ایران هستند و قول دادند برای شرکت در جنگ‌های آتی مقابل قلجایی‌ها که رقیب تاریخیشان بودند به ارتش ایران بپیوندند. نادر با ابدالی‌ها رفتاری بلند نظرانه داشت و پیشکش‌های آنان را پذیرفت.
نادر پس از شکست ابدالی‌ها عازم مشهد شد و اوایل تابستان 1729 میلادی به شهر رسید.